عرض سلام و خدا قوت به رهبر مملکتی که سرزمین مادری است و سرزمین مادر است، سرزمینی که خودش عقب ماند تا بقیه به خیال خود جلو بزنن و خوش باشن، چون خودش میخواست که خوش ببیند و به خوبی از قانون تیر و کمان آگاه بود و میدانست که کمان را هر وقت بخواهی هرچه بیشتر به عقب بکشی با سرعت و قدرت بیشتری در آن واحد و فقط در یک لحظه از همگان پیشتر میرود، آن هم با بیشترین فاصله. بله، سرزمینی که مژدها را باز نکرد که کسی را رسوا و بی‌آبرو بی‌حجاب نکند تا بیشترین سرباز و مبارز و قوی‌ترین مشتها را ببیند، زیرا آنچه مشت دید درد را فهمید، آنچه سبز بود و آبیش رفت زرد را فهمید، چون آنچه زرد را فهمید خورشید را درک کرد، آنچه چهره زرد دید جای تیمار شدن بیماری را ترک کرد. و آنها که غنی و سالم هستند کارشان سوختن و ساختن نیست، این خاطر که اگر سوخته شوی و خاکستر چطور میتوانی روی پاهایت بایستی و بسازی، اما وقتی بسازی و بسوزی آنگاه سوختنت به راحتی با آرامش خواهد بود که در این حالت هم از سوختنت گرم شوند و هم سوختی و جود شدی از حاضرت لذت میبرند و میتوانند در آن سازه که با عشق و با آتش وجودت ساخته شده سکنا بگزینند و در آرامش بخوابند که صبح همه جا به لطف پروردگار جهانیان خورشید و عشق هست، حتی اگر تو نباشی. گاهی باید باخت آورد، گاهی شب سردت تو تاریخ باید ماه آورد، الهی پاک بشیم از کینه و از غم، الهی آینده بشه سال آورد. گاهی باید خرد شد و شکست، آنگاه باید هزاران خرد دید و پیوست، زیرا که ما برای وقت کردن آمدیم، اما در سرزمین 4 فصلمان اونقدر زمستان دیدیم که 3 فصل کم آوردیم. آری، بین دریای شور و شیرین حریمی استوار است، اما دریا هرچه پهناور باشد در این جمله که در کتاب آسمانی هم آمده تنها دریاست، حالا چه شور باشد چه شیرین، اما تنها دریاست و این یعنی دریا تنهاست، زیرا که یا شور است یا شیرین، این حریم است که استوار است، نه دریا، زیرا که حریم هم شور است و هم شیرین، و آنچه هم شور است. این تماس از زندان تهران و تماس گیرنده زندانی می باشد. ای بابا، آنچه هم شور است و هم شیرین قدرت این دارد که دو دریا با هم قاطی نشوند و هم ماه میتواند باشد و هم خورشید، هرچند که بقیه حتی اگر که خانواده و عزیزان و نزدیکترین کسان آن باشند ایشان را دو قطبی و بی تعادل میبینند، در حالی که اگر قطب شمال نباشد قطب جنوبی در کار نیست و تا قطب منفی نباشد قطب مثبتی در کار نیست. بله، منفی در مثبت شاید منفی باشد، اما منفی که منفی شد منی می شود که فی پیدا می کند، یعنی فایده دار و قیمت دار می شود و این منفی در منفی که می شود مثبت و این منفی و در منفی است که می شود مثبت، یعنی منی که فی دارد با منی که فی دارد است که می شود مثبت و در عمق تاریکی نور و در عمق تاریکی نور است که معنا پیدا می کند. ما این بار در عمق زندان آزادی را دیدیم که دوست و دشمن خود را بشناسیم و از پشت میله ها رازها کشف کردیم که میله ها را نادیده بگیریم و بین میله ها دیده ها را بفهمیم و با اینکه بزرگتر است
واقعیت و حقیقت را بگوییم، زیرا حقیقتی که چشمانی را خیس کند بهتر است از دروغیش گوشها را کر کند و چشمانی که خیس می شوند برای شستن خیس می شوند، نه برای گریستن، نه برای گریاندن، بلکه برای تمیز کردن و خنداندن. ما سعی کردیم که جای کشتن کاشتن یاد بگیریم، زیرا مطمئن باش ای پدر مملکتم که حتی شده اگر کمرش خم و کتفایش از شدت سنگینی تیزی زبانها و بی‌حرمتی ها بشکافد حتما هر جور شده با تمام قدرت از آن شکاف بالهایش را بیرون می کشد و این بار با بال زدنش به این سرزمین نفس می بخشد و بارها را هرچه بیشتر با بال زدن هرچه بیشتر از روی گلهای خانه‌اش که این کشورش پاک می کند تا به همگان بفهمند یا تا به همگان بفهمند آن کسانی که میخواهند پرونده اش را هرچه بیشتر سیاه تر کنند هنوز از همیشه قوی‌تر و بلندتر است و تا دفتر نقاشی پر رمز و راز وجودش هر طور شده از چوبه دار زنده بیرون میآید تا قلبی که پر از اسرار محرمانه است را تنها به روی رهبر مملکتش باز کند، چون هر کسی گنجایش این رموز را ندارد و برای کسی که سیاهی پروندهش مهم نیست اما بال پرندهش مهم است، هر آدمی به غیر از کسی که زمان مملکت خودش در دست خودش است نمشاورین غیر قابل اطمینان است. راستی این پسر رنگارنگ در تهران بزرگ در تیپ 5 اندرزگاه 4 سالن 1 نزدیک به 1 سال و نیم در زندان می باشد و هر موقع که شما اجازه بدهید می آید ایران را به تنهایی به بهشت تبدیل می کند با ایده هایی که خداوند در سر او به واسطه همین فشارها و بی حرمتی ها و سوزن خوردن ها و همین رنگ ها و خطی ها عنایت فرموده، البته پشتوانه شما و در صورت به اختیار گذاشتن امکانات لازم. السلام.